یا نه؟ حسن میشنوی صدامو؟ شما میدونی حاج آقا، شما میدونی من مردم رسیدم شهر امام رضا دارم. گفت مگه میشه امام صدا رو نشنوه؟ گفتم بابا من خودم رو لوس کردم. من اینجوری میخوام باهاش صحبت کنم. حسن میشنوی صدامو؟ حسن میبینی گریه هامو؟ حسن میشنوی؟ آره بابا، هم میبینه، هم میشنوه، هم میتونه، هم میدونه. بیا دونه بدونه بشمارم غمامو، بیا یکم بشین کنار، پناه دل بیدارم. تو زندگیم جز تو هیچکی رو ندار، اومدم اعتراف کنم، با تو دلم رو صاف کنم. آقا اومدم اعتراف کنم، من کم آوردم من اینجوری گفتم دست رو دلم نزار دیگه، اشکمو در نیار دیگه، قلب من آزاری نداره، من خودتو میخوام نگام کنی یه بار فقط، واسه تو که کاری نداره حسین. این همه وقت گفتی اصلا میشنوی این صدامو؟ امسال خودت جوابشو دادی. همه داد زدیم میشنوی صدامو، حالا همه بگید شنیدی صدامو؟ شنیدی آخر صدامو؟ دلت سوختی دی گریه ها؟ شنیدی آخر صدامو؟ دلت سوختی دی گریه ها؟ نشستی مهربون کنار، بهم گفتی هوا تو دار، گرفتی دستم و نذاشتی کم بیاد. ای عهده داره مردم میدست و بار، آغوش تو پناه دل خسته آوز جان، با معرفت تر از همه ای با وفا، سلا علیک ساکن کرب و بلا حسین جان.